تناسخ اصطلاحی کلامی، فلسفی و عرفانی به معنی انتقال روح از جسمی به جسم دیگه پس از مرگ و بازگشت دوباره اون به دنیاست. ایده تولد دوباره از زمانهای بسیار قبل از بودا مطرح بوده و بودا اون رو تصویب میکنه و ایده چرخه تولد دوباره بخشی از آموزه های بودا میشه. من طی تحقیقات و جلسات هیپنوتیزم و بازگشت درمانی که روی صدها نفر از کشورها و اقوام مختلف انجام دادم، شواهدی پیدا کردم مبنی بر این که برخی افراد چیزهایی رو از گذشته به یاد میارن. بسیاری از افراد خودشون رو تو مکانهای جدید میدیدند، تو مکانهایی میدیدند که احساس میکردن قبلا اونجا بودن و یا حتی گاهی به زبانهای مختلف هم صحبت میکردن و خیلی ها فقط میدیدند که در مکان دیگری قرار دارن و خاطرات خاصی هم به نظرشون نمیومد. یا کسانی بودند که جنسیت اونها تغییر کرده بود. البته این جلسات بازگشت درمانی باعث شفای تعداد بسیاری از افراد هم شد، اما با تمام این مشاهدات علت این خاطرات رو ریشه در تناسخ نمیدونم. بسیار صریح و با اطمینان میگم من به تناسخ اعتقادی ندارم و علت این که دیگران خاطرات خاصی رو از گذشته به یاد میارن فقط به علت جریان سیال انرژی، تأثیر رمزگذاری انرژیکی و مواد ژنتیکیه. متاسفانه در 3 قرن گذشته علم به ما گفته که همه چیز از ماده تشکیل شده، ولی امروز علم به ما میگه جهان اساساً از ماده ساخته نشده. بنیادی ترین ذره ها پروتون، نوترون و الکترون نیستن. علم مدرن میگه که ماده خودش در اصل همون انرژیه. با توجه به این که همه چیز تو این دنیا از انرژی ساخته شده و طبق قوانین فیزیک، دقیقاً میخوام اشاره کنم به قانون پایستگی که میگه انرژی هیچ وقت از بین نمیره، فقط تغییر شکل میده و از حالتی به حالت دیگه در میاد، اما کل انرژی هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. اگه سالها یا حتی قرنها قبل شخص یک موضوع خاصی از زندگی خودش رو تجربه کرده، در همون لحظه انرژی هایی از میدان انرژی شخصی اون در کائنات ارتعاش و ارسال شده و این انرژی هیچ وقت و هیچ زمانی از بین نمیره. انرژی کیهانی در تمام فضا نفوذ پیدا میکنه، اشیاء جاندار و بیجان رو به هم مربوط میکنه، از یک شیء به شیء دیگه جریان پیدا میکنه و برخلاف سایر پدیده ها با دور شدن از مبدأ تراکم اون افزایش پیدا میکنه. انرژی در جهان هستی وجود داره و مطابق قانون جاذبه ممکنه روزی در جای انرژی مشابه خودش رو پیدا کنه و به اون انرژی بچسبه و با همین چسبیدن انرژیه که ممکنه خاطرات شخص دیگه ای رو به یاد بیاریم. ممکنه برای شما پیش اومده باشه که روزی ایده بسیار جدیدی رو به ذهن شما اومده باشه و یا خواسته باشید یک کار رو انجام بدید و اون فکر و ایده رو به هر دلیلی رها کردید و بعد از مدتی یا چند سال ببینید یه نفر دیگه ایده شما رو انجام داده و دقیقاً همون ایده ذهن یه نفر دیگه رسیده و این بار اون رو تکمیل و اجرا کرده. امروز علم ثابت کرده همه ما تحت تاثیر رمزگذاری انرژیکی و مواد ژنتیکی خودمون هستیم که از نسل‌های قبل نشان خودشون رو روی ما گذاشتند. علم ژنتیک نوین دریافته که شما علاوه بر قیافه، علاوه بر رنگ چشم، شکل بینی و خیلی چیزهای دیگه که ممکنه از اجدادتون به ارث ببرید، ممکنه انرژی احساسات اونها رو که ریشه در خاطراتشون هم داره به ارث ببرید. تناسخ توسط همه ادیان اصلی توحیدی جهان رد شده و دلیلش هم اینه که برخلاف آموزش‌های اساسی ادیان در مورد زندگی محدود انسان که بر اساس اون زندگی محدود مورد قضاوت قرار میگیریم و بر اساس اون پاداش میگیریم، اگه انسان قرار باشه تعداد متعدد زندگی رو پشت سر بذاره، بر اساس کدوم زندگی قرار قضاوت بشه؟ اولین زندگی یا آخرین زندگی؟ امام جعفر صادق تناسخ رو تکذیب میکنه و میگه معتقدین به تناسخ راه دین رو رها کردند و گمراهی رو برای خودشون زینت دادند.
علی ابن موسی رضا امام هشتم ما تناسخ رو رد میکنه و گفته هر کسی معتقد به تناسخ باشه به خدای بزرگ کافر شده و بهشت و جهنم رو تکذیب کرده. این موضوع خیلی مهم و طولانیه و واقعا نمیشه به طور کامل اون رو توی یه ویدیو کوتاه توضیح بدم، ولی سعی کردم تا جایی که ممکنه این موضوع رو ساده و خلاصه کنم. یادتون باشه انسان دارای یه روح متعالیه و باید با رفتارهای خودش روح رو به تعالی برسونه.